یعنی یکی من میکوبیدم یکی اون میکوبید. اول بذار از اینجا شروع کنیم، از ویدیوی هفته پیش سینماتیک ماین مگزین که مهاجرت کنیم نکنیم، مامان بابامون چیکار کنم، عزیزامون چیکار کنم، اونجا چیکار کنم، میتونم برم نمیتونم برم. تلاش خودتو بکنی که به آدمای دیگه ثابت کنی آقا من با ارزشم، من ارزشمندم مثل همه شما. مهاجرت پرسه عجیب غریبیه، میکوبدت میسازدت ولی آسیب پذیر میشی، سخته، افسردگی، فشارهای روزمره. این همه آدم تونستن، من میتونم، بقیه هم مطمئنن از پسش برمیاد. حالا هر کی که هیچ وقت از این مسیر پشیمون نشدم. خونه‌ای هم که توش ویدیو گرفتم خدای قشنگه، نه خیلی باحال. ببین ادیت بیچاره کرد منو، یعنی من دهنم سرویس، عذر میخوام اینجوری صحبت میکنم، من واقعا هم دست و پام داشت میلرزید. یعنی کمالگرایی نیست، این حقیقت ماجراست که ویدیو کار داره. یعنی هدفون رو گوشم داشتم ویدیو رو ادیت میکردم ولی از اون طرف یقه خودم رو گرفته بودم، یه مش من میزدم یه مش اون میزد، یعنی یکی من میکوبیدم یکی اون میکوبید. من بهترین چیزی که تونستم تولید کنم توی یک هفته اون بود. حالا از خودم راضی بودم چون اینطوری بودم که تونستی جلوی اون افکاری که مزاحمت میشن رو بگیره و کارا رو انجام بدی در نهایت. حالا اگر فربود یکی دو روز به خودت استراحت ندی، واقعا مغزتو باید از سر در بیاری بذاری زمین تعطیل، بالا خونه رو اجاره بدی، دیگه دیوونه میشی. خوره حتی اون کاری هم که دوست دارم، علاقمه دارم انجام میدم، 100% انجام نمیدم چون خستم، ذهنی خستم. البته خب چیزای دیگه هم هست، من مال کاری کردی ولی قرار نیست دیگه الان پدر خودتو در بیاری نرسی به همون کارم. خب بابا تو هم آدمی دیگه، تو هم باید یه استراحتی بکنی. درست میشه همه چی، مطمئنم میبینمتون.